ما فکر نکنیم که دنیا ارزش نداره، فکر نکنیم که دنیا دونه و ناچیز. این تعبیر غلطیه. ما یک قاعده داریم در اسلام، زمانی که انسان برده و غلام دنیا شد اونجاست که دنیا مذمومه و بده. زمانی که دنیا غلام و بنده انسان بود اونجاست که به عنوان یک ابزار سنجیده به خوب و خوب. و این قاعده در زندگی ما باشه. هرگاهی که ما برده پول شدیم، برده ثروت شدیم و همون پول و ثروت اندوزی وسیله شد که ما در جامعه رحم نکردیم، ما توسط این پول ظلم کردیم، ما توسط این ثروت خود تکبر کردیم در جامعه، بدانیم که ما برده دنیا شدیم. و اونجاست که آمده اسلام دنیا رو بد گفته، دنیا رو فتنه گفته، دنیا رو مذموم گفته. اما زمانی که دنیا به عنوان برده‌ای برای یک مسلمان، به عنوان یک خدمتگاری برای مسلمان استفاده می‌شود، خوبه. وقتی ما ماشین آخرین سیستمی رو می‌خریم، برای ما زندگی ای رو می‌دهد، این قدرت داریم، بهترین ماشین رو، بهترین خانه رو، بهترین ازدواج رو بکنیم، این در کجا آمده که اسلام این رو مذموم گفته باشه؟ زمان اینا مذموم میشه که ما وقتی در ماشین سوار میشویم، در مسیر جاده وقتی میرویم به خوب و خراب سعی نکنیم هر کسی به زیر پای رو بکشیم و در مقابل فقیر و بیچاره ما تکبر بکنیم، غرور بکنیم. و الا اگر ما با اون ماشین آخرین سیستمی خود به مسجد میریم، با اون ماشین خود ما خانواده خود را در دانشگاه و مکتب و مدرسه انتقال بدهیم و با اون ماشین خود ما به سر کار تجارت حلال خود برویم، کی میگه این گناه است؟ کی میگه این مذموم است؟ لذا این قاعده همیشه به یاد ما باشد که ما دنیا را وسیله و برده خود فکر بکنیم و بر دنیا پادشاهی بکنیم. نه تنها که بد نیست بلکه خوب هم هست، بلکه فضل الهی هم هست که خداوند عزوجل در قرآن عظیم و شان گفته وابتغوا من فضل الله. دنیا را عمل فضل خود گفته، با این تعبیر گفته، نه با تعبیری که ما حلقه بردگی دنیا را به گردن بگذاریم و هرچی پول دنیا گفت ما همون عملی بکنیم. اونجاست بعد از تو مذموم.